خطاهای شناختی که در موردش صحبت کردیم قانون همه یا هیچ هست. قانون همه یا هیچ به این صورت هستش که یه خطای شناختی فکری به ما دست میده، مثل اینکه هیچ کس منو دوست نداره یا هیچ کس به فکر من نیست. این افکار میتونه باعث یه سری احساسات در ما بشه. احساس غم، اندوه، بی‌انگیزه بودن و یه سری علائم بدنی رو برای ما به همراه داشته باشه، مثل تپش قلب، عرق کردن، لرزش بدن و در نهایت همه اینها منجر به یک اجبار رفتاری میشه، مثل اینکه فرد نمیخواد مدام گریه بکنه ولی گریه میکنه، نمیخواد شغلش رو ترک بکنه ولی ترک میکنه، نمیخواد از جمع کنار بکشه ولی کنار بکشه. اگر دچار خطای فکری شناختی همه یا هیچ هستین، میتونین افکارتون رو بنویسید و با یه